یک شعر از محمد سلمانی که میگه درگیر تو بودم که نمازم به قضا رفت، در من غزلی درد کشید و سر زا رفت. سجاده گشودم که بخوانم غزلم را، سمتی که توی عقربه قبله نما رفت. در بین غزل نام تو را داد زدم داد، آنگونه که تا آن سر کوچه صدا رفت. از خانه برون زدم یکی پشت سرم گفت، این وقت شب این شاعر دیوانه کجا رفت. من بودم و زاهد به دو راهی که رسیدیم، من سمت شما آمدم و او سمت خدا رفت. در محفل شعر آمدم و رفتم و گفتند، ناخوانده چرا آمد ناخوانده چرا رفت. میخواست بکوشد و فراموشیت این شعر، سوزاندمش آنگونه که دودش به هوا رفت. سوزاندمش آنگونه که دودش به هوا رفت.